سلام. واسه کریسمس یه نوشیدنی با یه کوکی خوشگل خیلی میچسبه. برای درست کردن کوکی کریسمسیمون اول کاغذ روغنی رو میذاریم توی بشقاب. کوچولو کاغذمون رو چرب میکنیم این شکلی. یه دونه از این وقتی این شکلی شد میریم که بذاریمش توی فریزر. تا شکلاتمون آماده میشه یه قهوه خوشگل خوشمزه بریزیم که باهاش خیلی میچسبه. شکلاتمون حاضر. بریم که دیزاینش کنیم و با قهوه‌مون نوش جان کنیم. این قهوه کریسمسی دیگه واقعا با این کوکیا خیلی میچسبه.